درود هموطنای عزیزم، امیدوارم که یک شما خوب صحت سلامت و سربلند هم باشین. البوناگن چی باسن پاچکی مونده راستی شاو خونه کدام پاچتی شو کم خوب کدام چشمم ورم کده گن خوولوای برای هم موندم که در همین نوار گفتم تر چیزی بد نگه خیلی معلومه. راستی کم خوب کردم، همه نوار گفتم، نوار دیدم، همه شبی در روز بگیم بسیار چیزا را دیدم و برای هم خلاصه برآوردم که باید من نوار کنم و دین بازها گفته نوار کنم. دیگر نکنیم نمیشه و برای هم اچکی من گفتم چشمم خیلی خوولو و رمای سوز خوب که اگه نیستم با مردم نگه که چوکه دیستن نوی زدگی چشمو دو احوال ایفته برای ما اچکی موندم نتوه حقلا شو نوار در دست اومد یکی دیده موندم یک آدم درباره وطن دوستی گپ میزنه. من همه ایشانی باتیکس قطعی حاجی میرزا را که گفتم نیافتم چطور همین نوارش کدامی داشته باشم. نوار ما در پرتویا در مسنجم درباره هم صبر جمیلی هم یک ببینم گوش کنم گفتم هم که گفتم نمیدونم چطور ما در نبروماده است نموشون هم میزنم نبروماده است همه مولای بختریه که باتیکس های کل لواش در همون شکل فچیدگی انورا هم تا کلون کدگی یا باتیکس کدگی نمیدونم ما اورا ایشانی باتیکسش میگم همو در کره هم نواروی همو هر دی همو در برای تقدیر نصیب در کره. خلاص در برای وطن دوستی در برای بگیم که انسانی فرزند سالم تربیه کردن مثل امام علی رحمانی وطن دوست بوده است. بسیار گپ و گپ زد یک گوش کردم امورا عاقبتش اومد عاقبت کار اومد گفت که در وقت SSSR در نمی راهی همین طرف دنگره ده همین حالتهای اوریه یعنی که میشت لوگی کرا ببینین و فهمیش یه آدم دلبایه با ببینین که اینمیو عالی منک بدلی خیدشون اینمیو ما شما را پسیخیتسکی نستروید میکنن در همه حالتو. اومد گفت که در همه رای دنگره این همه چی ده اوریه ها میشید وقتی SSSR ده گفت آدمو در روسیونکش نمیکردن او را آدمو میگرفتن بالینسه میبردن یاردم میکردن حاضر آدم مرده استوده است یک اوریه میشوه یک چی میشوه همه در تلفنشون سیونکه کده استودن و شما لوگیکای گپ نمیفهمنده در همه جای نمی دلبایوب چی گفته استوده است یعنی که شما رو آرام کرده استوده است که در وقتش ای کارو نبود. ما استودم فکر کردم گفتم در وقت SSSR خیلی تلفن‌های سنسور نبود آدمو با پاتینکش سیونکه کنن اورا یا با خلطای نوز همه چیز امروز هست کرده استودن. اگر امروز هم همه تلفن‌های سیونکه میکردگی همه چیزهایی که همه تکنیک ها نمیبود در دست آدمو سیونکه نمیکردن نمیرم. اینمی سالی 90 هم جنگ کی سیونکه کرد؟ هیچ کس سیونکه کردگی نیست. نه که امروز جنگ اوکراین را ببینین کاجد پاورود سیونکه شده در یوتیوب برآمده استوده. سبب چی؟ سبب همه تکنیک هست کرده استودن آدمو همین تکنیک هست. ما هم صورت ماشین حرکت شدیده استودیم صدمه را واقعه شدیده استودیم سبب ما همین تکنیک را داریم کرده استودیم اینجا اینه که آدم های سیوز بودگی گره نیزور بدن ما گنده برامدیم ای او منو را نداره و دوی ما اینو همون مقایسه های را میورن که شما پروسه در برای او فکر نمیکنید. سوریه را مثال آورده استوده است
نمیدونم یمن هم مثال آورده ایستاده است، افغانستان هم مثال آورده ایستاده است. سراونیت تاجیکستان آباده تا اینجا وطن دوستی داریم برای که ما یک پیشوای بسیار ملت دوست داریم. بین خیلی لاگیچسکی اگانی فکر کنیم و لاگیچسکی اگانی گپ زنیم. در وقت SSSR student ها پول نمیداد. در وقت SSSR student ها پول نمیداد، از حساب دولت چیکار میکردن؟ میخوندن. چی به امروز پول داده ایستاده است؟ این را مقایسه نمیکنید. در وقت SSSR یک پدری که در پخته آوچی کار میکرد، 12 تا فرزندش بگیم که به ملال میخوند میخورد، استودنتیش ده با پولش میرسید، زندگیش ده همش میرسید. چی به امروزی را مقایسه نمیاره که در وقت SSSR اینای خیلی زندگیتون بود و امروز امام علی اومد اینای احوال ده زدین؟ چی به این را مقایسه نمیکنه شما؟ یا که میلیون مقایسه های SSSR است. سوید نمیمورد در SSSR در حالتی که ما 3 تا 4 تا گیس داشتیم، خزوادو داشتیم، لیکن امروز 30 تا زیاد گیس داریم، سوید میمبره. چی به این را مقایسه نمیکنین شما؟ در مردم نشون نمیدین. شما که اولی میدونین کون هستن که نو طرف اقیانوس دونیستین رنگ همو تلویزر بارین، در همو قشلوق تلویزر میخرن میورن، در پشت خونه خرا گرگ میخره، سهر میخیزه که خرا گرگ خورده است، کوال دا میگیره تلویزر مایده میکنه، میگه استالین آباد گفتی، مسکو را گفتی، پدرنالا در پشت خونم خرما گرگا خوردن، یک دهان میگفتی که بابا در پشت خونت گرگای میموردی، تلویزر زده شکسته. شما از اونامو کار کرده ایستادین. سوریه را میگین، افغانستان را میگین، فقط شرایط بدترین اون کشور را میگیرین و مقایسه میکنین گویا که کلونا شما سوزین. شما در زورای گویا که وینوت مردم است. همین خلاص گویا که وینوت مردم است. صبر کنین، خداوند توقت کنین، تقدیر بده است، نصیب بده است. و همین ایدین تو میتین شرایطی بعدی مردم ها میگیرید، کم تره گیجه را میبافینشو در کلای خدا بارش میکنین. خدا باز و دین بازو به درجه آوردن که مردم دیگه در اسلام باوری ندارن. و همون از گفتهای شما مردم باوریش هم مسلمانی برآمده رفتگی است. باور که برآمده رفتگی است. ریال ده تغری نگرفته است، ریال ده میدونی نمیره. ولی سالای 90 بعدی 90 روزی دراز ایشانو من نواروش دارم. امر معروف شختون میدونی نمتون. روزی دراز امر معروف درباره گشنگی صحابه بود. صحابه در شکمش سنگ میبست، صحابه ای را میکرد، صحابه او را میکرد، صحابه شرایط سال و زمان صحابه همو بود. او وقت خلادینگ نبود. اگر خلادینگ میبود خونه هر یک صحابه در خلادینگ کوی چتریاخ کامر نمیستود. اگر میبود نیکی نبود. او وقت اگر مرسدس میبود در خونه هر یک صحابه شاید سطحی مرسدس های برانی رو نمیستود. او وقت نبود. همین автомобیل پیش شتر بود. لبوی صحابت 20 تا 30 تا شتر داشت، 10 تا شتر داشت. یگان جای شک شبهه نداره. همین چیزی که در زمانش نبود شما زمانی داشته را در زمانی ناداشته آورده مقایسه کردن، این را از کدام عقل میکنه شما؟ از کدام عقل میکنه شما همین مقایسه را؟ صحابه نداشت. نیکی در خونه تو چیزا هست. اون ماشینی که تو سوار شدیستی، او زندگی که تو داری، صحابه او زمان در خونه نداشت. خونه هم تمیت بانگک پشیدگی همتری برداشتگی بود. او وقت این چیزا نبود. یکی از عرب ببین ساختگی چیوشه
خونه‌هاشه وازی نگفتیستن که صاحبو خونه نداشتن ما نمیسازیم این خونه را وازی خونه عرب بدون رنج روور مرسدس و برانی رو نیره ببین نسلی اونام صحابه هنی نمیو از همه ملتی صحابه هنی مایلی نسلش هم نباشد ببین زندگیشه نمیگه که وقتش تا صحابه چی را نداشتن ما نمیگیریم خونوش ببین زندگیش ببین در هر یک کامناتش خلادنیک موندگی ایازیر کاندیسیونر را ببین او وقتا صحابه کاندیسیونر نداشتن و ما مخویسه کنیم ما شما اسلام اکو شخ کردین موندین شخ باید انسان اونا زمرازید کردین ده اونا ما اصرده باید انسان اونا ما اصرده زندگی کنه نه اصرده یا نه اصری چیز ده باید اونا ما اصرده انسان زندگی کنه شما عیب شما است که امروز مردم از مسلمانی گریزوندین در جای مسلمان کردن امروز مردم افغانستان و مردم ایران ببینین یا مردم خیلی تاجیکستان ببینین گریختن دست شما برین انسان ها از اما پروپاگاندای شخصیده شما گریختن اومدن اروپا را دیدن گفتن این دولت ها را دیدن پیشروی و زندگیش دیدن گفتن بیست اوزی یگان تایی نمیگفت که همون گپا اطاعت نمیکنه در همون چیزاتون در همون پروپاگاندای شما برای که شخصیده است شما برای وگیدی خطانی کارا کردین هر چی شود در کلای خدا زدین بار خدا کردین و انسان هایی که در این چیز مسئولیت داره وی چینی تقدیر های بچه هم نصیب های خداوند در قرآن گفته است این آیه که اینم خیلی از ازل از مادر تقدیر از گویا که یک چورکنجه کدگی بود دروش ده گله چورکنجه نام ملت را نوشتگی بود بعد خدا هم تا چشمش پوشید گفت که در غریبی مردان هم تا تو داد شزد که در بالای تاجیکستان اومد تاجیکستان این هم ملت بعد گفت که انا غریب شدن کوچه اوروس رفتن بعد بازد که با تاجیکستان اومد همین خیلی همه هم پرابلم در تاجیکستان اومد هر چی شوه شهید چید والا شهید هفت پشت شفاعت میکنه تمام این دین ما دیدم یک گودک دیگه یک جوانی دیگه از چندم از 12 از 14 مترش زده است پوچش جیدوش دیگه است در پیشونیش آرماتور درآمدگی پشت سرش برآمدگی در کتفش آرماتوری که موندگی کو درآمده قفاش نتر سیخی جایره وری برآمدگی ناس مرده است ولی بگن شهید چید ولی بگنی در تقدیرش بودی چیز این تقدیر ده همی بود خداوند از ازل در پیشانیش نوشته بود میره دسترویکای روز ای 14 تجمیع غلطی میای میزنی در برای ارماتورا پوچا تایتنات جدا میشوه این تقدیر بود اینجا حکومت گناهگار نیست که این بیوی فرزنده تونم روزه تلکت کد بود شما بروی نکمی جورو بده تای مناتون چسبوندگی جورو به اولی روی وری ببروینی مردم ها فن کنی ببروین مردم ها که گفتی هم گپو درم گوشش بپرین بده بعد آید بیارین بعد ببروین نکم ساخته و بافته و چیزاتون در سری مردم بار کنین دین بوزو یا گوده کمیلیسا سر کردن در بالای کران برامده ای ترسه غلطی در بالای کران مرد در تقدیرش بود که او رو سر میکنه تمیبروی میمبری یا 2.5 میلیون مهاجر در روسیه بیچاره عربکش کوچه رو شیدن رفتن از پشت نادرست سیاستی امام علی جا گناه داره خیلی در تقدیر ازل نصیب قلم خدا این قلم خدا هستی این هیچ کار کرده نمیشه قلم خدا است این قلم خدا در پیشانی تاجیک مونده چسبیده اوس نمیره او قلم خدا بنویس دیگه در پیشانی تاجیک ده فقط پیشانی تاجیکستان ده
دیگه آدمو دا ننویسینش. در همینجا یک شنوس دارم دخترش در انگلیا میخونه. بیشتر آدمی خوبه خودش بگیم ده انسانگری ده خوب است، بیشتر دوستی داره، آدمی کلانسال است، قریب 60 رفتگی است. پنجاه هم خیلی. دخترش در انگلیا میخونه، سگ داره، سگچه داشت، من یک سگچه داشت، سگچه دخترش. سگ پاسپورت داره، اینا میگه تقدیر خدا است. سگ پاسپورت دادگیه، تقدیر گفتگی نیست، پاسپورت دادگیه. سگ پاسپورت داره، زگرم پاسپورت داره. قطیش میبره در انگلیا و در همونجا سگ چیزی میشود، چیزی میخره، کسل میشه، چیزی میبره سگ. یا پیر بود، خیلی 30 سالش دیگه به جای رسیده. تقدیر ده که تقدیر. با گفتی بیا که همه دین بازا بگیم. تقدیر ده که تقدیر. سگ در انگلیا مرد. تقدیر ده که این دختر در انگلیا میخونه. ای روی تقدیره که نصیبش دامی به دست در انگلیا خوندن میخونه. و تقدیر نصیبش دامی به دست که باید این سگ همونجا بره. یه ما که تقدیر نصیب ده که برد از سگ در همونجا. خیلی تقدیر نصیب سگ ده بوده است که در انگلیا میبره. خیلی هم تقدیر، ای هم نصیب. در تقدیر نصیبش بوده است که حکومت پولشا برای سگ و برای صاحب سگ سمالیات داده. تقدیر است، این چیز حکومت کردگی نیست، این تقدیرش ده بود. در تقدیر او همو بوده است که حکومت پولشا همو سگ قطعی، همو یشکی که گروبچه میکنن، همو را قطعی بگیم صاحبی همون سگ در تقدیرش هست. ده این چیزها که این چیز در پیشانی نوشته گیده، قلم خدایی را هیچ کار کرده نمیشه. همو را به پول بلیتش از حساب حکومت تقدیر ده که تقدیر این قلم خدا که این را ما این کار کرده نمیتونیم. حکومت پولشا به پول تقدیرش ببینید چه خیلی تقدیری زور میاره. دختره تو دا برادنا بلیتشا میخرن تا که بیاره سگشا. تقدیر ببینید چه خیلی تقدیره، قلم خدا این را هیچ کار کرده نمیشه. حکومت پولشا تو دا برادنا بلیتی صاحب سگ میخره و سگ میارن، همو داکومنتش قطعی تمامی همو ابسلدونی دختر اینجا هم سگم تقدیر ده. تقدیری سگ ببین در اروپا تولد شده است. این سگم تقدیری ده. تقدیر یا ما چی از هم منطقه تقدیر وابسته داره، تقدیرات از منطقه وابسته داره. همین پولشا دو تولد شده اگه سگ تقدیرش بوده است، در اونجا مرد. از حساب حکومت ابسلدونی همو چیز گذراندن، گرفتن، گروب کردن، آوردن. این هم تقدیره آوردن، گور کردن و در صاحبی همو تو دا برادنا صاحبی سگ ده بلیت گرفته بودن. از حساب حکومت استودنت که دختره میخونه آمد در اینجا سگشا گور کرد با برادنا همو تیکتی که داشت گشت رفت برای که خوندن ده بروا. همه ازالای تقدیر. ببین چه خیلی تقدیر دارن. تقدیر ما چیه؟ ما میبریم در اونجا سوم جمع میکنیم، ای مردم مردم اونا میگیریم میبریم. این تقدیری ما تریه. یک تقدیری را ببین، یک اینجا حکومت گناه نداره، حکومت یگان یاردم کدگی نیست، پروست در تقدیرش همین نوشتگی به دست ایره، در نصیبش همون سگه همین خیلی نوشتگی به دست. از انگلیا میارنش پولشا از حساب حکومت. تقدیر را ببین، از حساب حکومت تمام رس خودش داده میشه و در اینجا ولی ما میرم انمو مزار سگو را سیونکا میکنم. اینجا هسته مزار هسته سگو. تقدیر را ببینین، سگ مزار داره. تقدیر سگ را ببینین در اروپا. اگه خداوند در پیشانیش نوشتگی چیز این را هیچ که دیگه این کار کردن نمیتونه. سگ مزار داره. تقدیر را ببینین. یکی تقدیرهای ما آدم مزار نداره. این تقدیره همیو. این خیلی تقدیره. این چی تقدیر هست؟ همین یک کرکتیروف که کرده بفهمونین مودکو این چی تقدیر هست. اون هنگ سیکه اروپا دا سگای توجیک دا قدر داره. این روز دا آمده زدگی مردم تاجیکستان یکی ککیم تا برزم
تقدیر یا دیگه خیر است تقدیر ما دیگه خیر یا خدا در پیشونی همیو نوشتگی است که سخت در انگلیا میمبری صاحب تر قطعی تو حکومت بیلت میگیره ای در تقدیرش بود یا که قاعده قانونی حکومت بود یا در تقدیرش بود که تو سگ در اروپا پاسپورتت میتن تو پاسپورت داری صاحب داری تو دختر داری ابسلت ونی میگذاری برای تو را زوادای میبرورن که اوقات میبرورن اوقات سگ اوقات پیشک یا تقدیر ای سگ آدمی تری نوشتگی بدن اینجا آواره رسیده از حضور پالیسیوش تو دگه از بگذارم یا تقدیر سگای اروپا دا همین چیز نوشتگی تقدیر سگای مدنی آدمای مدنی چی تقدیر است شما چی خیلی همین تقدیر رو بیایم من درباره تقدیر رو بگم شما دا چی با این خیلی شرایط داره همین تقدیر است یا که این شرایط است یا که ساختن را اینسانو یا که امیرم خدا می نویسه کدامیش هستی کدامیش دا ما باور کنیم کدامیش دا زمو هستن زمو هست که ما را دوی ما تغییر گفته فهم میکنن دوی ما نصیب گفته فهم میکنن ما را نمیگن که ای اگر بسازی و از این سیتواسیا میبرویده برای که ندز در رهبرات باید بخی رهبر تا ایواز که حکومتت نشیده ایستاده است بخی ایواز که و مان حکومتی که در هموت شرایط میسازه خی بساز خودت شرایط تا خداوند عقل داده است اصلا حرکت از ما برکت گفته است پس این چی معنا داره یعنی تو بکه تمام زمین داده است تیلاش داده است آوش داده است علفش داده است زراعت داده است تمام چیزش داده است عقل تا کار فرمان زندگی تا بکه گفتگی است تمام دیگه ای بالا یگان ملائکه نمیه برای تر بکنه به تایره هر سیتواسیا دا میزنی دیگر ای خودتی تمام دیگه یگان تقدیر نصیب این چیز نیست لبای حالت خودت میکنی ایره اولیاء تجمع نویتاز تو در تقدیر الله باور نداری خب تو باور داشته باشی بیا اگانی هر روز میخپمت یک کارت میکنم بگو در تقدیرت نوشتگی به دست همی کن هیچی نمیکنه یا یک کس بد روی خونه تون در فلان کار کنه بگو در تقدیرت نوشتگی به دست همی کن یعنی که این همی تقدیر نصیب دروغ است دروغ یا میسازن و تقدیر نصیبه این هم یا میسازن تقدیر نصیبه همش کمپلک کده خدا روی کده گست زمینه مولتای ملکتای زندگی تای وستنوید که این یا کرده ایستودن یا نمیگن که تقدیر است نصیب هست یا در تقدیر یا همتری نوشته که نه در عقلشون هست یا پردیویژه پیش رفته ایستودن اون مویم با چهار ملای شخصیده یا نو فانتاستیش که فیلم ها میسازن که همتر دروغ سفته در بالای سری ما نمی مسخره کده فن کده پول گرفته شته ایستوده است خیدشان در باره گشنگی صحابه گپ میزنن خیدشان در تایوتا پرادو میگردن در مرسدس میگردن در سمالیات میگردن خونش در بره روغانیه خونش یکی خودش در مسجد در باره گشنگی پیغمبر گپ میزنه گشنگی صحابه ها گپ میزنه صحابه در شکمش سنگ بسته بود گپ میزنه یکی صدقه خطی خونش ببین زندگیشه باور نکنین یودا دیگه تمام من ریال نمیگم باور نکنین دی حیات دیگر چیز است فانتاستیک است که فیلم های او دیگر چیز است او دوی مسترد میکنن من ترا ادوراچیت کنن ادوراچیت دالبایوب کدا اینم خیلی لخطرون کدا بشینن 30 سال حکومت داری امام علی سویتا میفروشه یا میبرن میگن خداوند در تقدیر نصیب ما همین نوشته بود است
نبیره امام علی میلیارد خطی کتایسه کده بلوگرها را آورده عادی کده در تاجیکستان. تاجیک و حق نداره در وطن خودش. تقدیر نصیب به دست که ما غریب میشیم. با شعر هم میخونن اینو، با شعر هم میخونن اینو. یکی نمیگن که بچم اینه پدنالا در $9 میلیون کیف کردن در حق نداره. اینه پدنالا در $1 میلیون ماشینا را خریده، در دوبای خونه خریده، عادی کردن، در رستوران ها پول چاشیدن در حق نداره. او رزقی ته حقی ته است، او را بکش بگی ای دستش. نمانی پدنالا تا بزش تا خطی در دهنش. این چیزا نمیگن، در این گم نیست. تقدیر به دست بچم، نصیب به دست بچم، تو خط که بچم. با گیریه هم میکنن برای تو باور کنی. اینجا باید پلیت شاید یا امروز چیه بیاز کی؟ ای هم آوری کرده. با گیریه میکنن که تو باور کنی، باور کنی. تو میفهمی نمیره. دین این نیست، دین خداشناسی است. خداوند رشدی بنده را هیچ وقت من کدگی نیست. فهمیدی؟ 30 سال شده تپلین این است. نیمی کودکا ایمپاتنت شدن، خنک زدن. دخترها تولد نمیکنن، در کودکیشون در دوران بیتون خنک کلان شدستن. با پیش ملا میره خیلی خداوند در نصیبی همین اگر فرزند دیده باشه اوجه خدا گناهگاره. ایو نه، امام علی نه، 30 سال به اتپلینی بدن نه، خنک زدنی کودک گناهگار نیست. هیچی نیست. اگر خداوند در نصیبی همین دو اویله نوجوان اگر با دو میموننده در دوشون میگه اگر فرزند عطا کنه صدقاً از خدا پرسین و ناله کنین، گیریه کنین. خداوند راضی است و برای شما حتما یه فرزند عطا میکنه. الله اکبر. او نمیگه ملو که این گودک در درنی بیتون تولد شد کلان شد زمستون خنک نبود. این گودک خنک زدگی های، این پتن چیدگی های، اینه را ماتکش خنک زدگی های. این تبابتی وزمین در کور است. برای که این چیز نمیشید امام علی را باید نابود میکردین، وطن آباد میکردین، اتپلینی را ساز میکردین، خانه ها گرم میشید. این گودک نه اول ده نمیزد. این چیزا هیچ که نمیگه. بازم خدا گناهگار، بازم باید ما خدا را زار کنیم. حوجه در جانی همون خدا زدیم رفتیم مایی بیشخی با فانتاستیک اینه اگر بگیریم. این چی گپ از خودش اصلا؟ چی با ما مینوس خودمون اصلاح نمیکنیم و در کلای خدا میزنیم؟ چی با؟ این چی تقدیر است؟ این چی نصیب است؟ این چی خیلی تقدیر است؟ یا که همی جمعه تا لخطرون شدیستیم برمی ملو. باور نمیکنین همی لخطرون شدگی مونده. یا در اینجا اروپا دا زوادا کار کرده استودن برای سگ اوقات برورده استودن. پیتیگری کالوری 3 6 12 18 کالوری بگیم مخیل مازای استخون، مازای مغز، مازای گوشت بگیم که میخوریم که چیزایی از کو چیپس از کو میشه بگیم مازای پامیدور داره، مازای شاشلیشی فکوس داره کنم خیلی پیتیگریو کنم خیلی مزه داره در تنوشون نوشتگی. من دای بورا ویدیو هم دارم شنیدن که بود مونند دیدن اگر بزنین در بورای مگازینی سگو سیومکا کدگیم، در بورای بالنیسای سگو سیومکا کدگیم. ما دگواری چکد بدیم یک اپیراتسیای سگا باید سیومکا کنیم. من نرفتم راستی دیگر سیومکا کردن همون اپیراتسیای سگا خیروردیای سگ است. سگو را اپیراتسیا میکنن. این چی است؟ این تقدیر است
یا که خود انسان همین چیزا را ساختگی است. همین را شما چخیل بها داده میتونه؟ شما همین را در تقدیر میبینین یا که این ملت برای سگاشون مهنت کردگی هستند یا تقدیر گفته شتگی نیستن، ساختن، زواد دارن، پیتیگری، میتیگری، جیتیگری، پیتیگری، یک قیامت اوقات برآمدگی است. استخوان است، از استخوان ها ابرابات کردگی ان اوقات را. باور که تناش هم میخونی کو مزای تمامی نمودی گفتی هم گفت فروکتوی است، فروکتوی، یوگورتوی، فروکتوی مزو، مالینوی مزو است. همه مزه را داره. سگ همه تی سگای اروپا را نشون تون بته. گوسفندی تاجیکستان تعریف حربه نیست. برای چی؟ برای که اوقات داده ایستادن، اوقات سگ ده میخرن اوقاتا. نه اینکه رنگی موری در تقدیر سگ همین نوشتگی بوده است. با ایشونو یک مقال دیگه برآورده بودن، حالی ما در یادم دارم. سگ دعا میکرده است که زورای ام متل زورای. من بسیار همین متل بسیار گوش میکردم. سگ دعا میکند که یا الله، همیگه بفتگیم ما شنیدگیم، بسیار شنیدگیم، یا برد و برنه در مرکا بسیار شنیدگیم میگه برم که صاحبم بسیار فرزند داشته باشه. یعنی دعای سگی بده است که این صاحب ما فرزندش یک قانون تیه مانده، این کودک قانون تیه تا بگاه دیگر ما سیر میشم. پیشک دعا میکرد است که صاحبم سیر فرزند باشه. ببینین میگه ببینین الله اکبر بگین، ببینین حیوان ها دعا میکنه برای الله، حیوان ها از الله میخواه. ببینین یارا که صاحبم سیر فرزند باشه، از دستی فرزند یک ناله گیرم، از دستی فرزند یک ناله گیرم، سیر میشم. یکی یا نمیگن که در یکان جو همتری گفته یا میگن که یا زواد پیتیگری بساز پیشک ها سیر میشه. دیگه پیشک نه خدا را زورا میکنه نه دعا میکنه دیگه که تو فرزندور شه یا فرزندور نشه. میگه بساز یا زواد پیتیگری بساز، اما یا تا دیگه جیتیگری بساز. میگه اوپاکوفکا کنین بفروشین، مردم بخره با پیشکشون بده. وقتی تو پیشک گرفتی میدونیم برای چی؟ برای که پیشک سگ در اینجا قدرش چی است؟ دکتر داره و هر یک انسانی که پیشک سگ میگیره او را نامنویس میکنه، با او پاسپورت میده. او پیشک هر ماه تو باید دکتر برای ابسلیدرنی یکی 6 ماه یا برستم که باید تو او را دکتر بری و او را دکتر باید ببینه. اگر او پیشک اگر ببینن که تو اوقات نخریده استادی، تو را جریمه میکنن، اشتراف میکنن. ببین تقدیر پیشک ببین چه خیلی صاحب او جریمه میشه و سببی که پیشک در اوقات نخریده، پیتیگری میتیگری نخریده. نه بگیم چیکار میکنن؟ میبره پیشک های دستی او میگیرن، پیشک های دستی او میگیرن میبرن در دیگر کس. بگیم که چیکار میکنن؟ میتن آدمی که پیشک میخواه کلان کنن با اون میتن. یعنی ببین تقدیر پیشک ببین چه خیلی نوشته است خدا در اینجا. در اروپا پیشک تقدیر چه خیلی نوشته است. در تاجیکستان چی نوشته است؟ در تقدیر پیشک سگ اگر خدای نکنه اونا تو برکو فرزند کدی صاحب ددرنی قبچه میدوزه، در پیشانیش نوشته گه صاحب ددرنی قبچه میسازه میبره در لوی اوکو دنگلت میکنه. صغیر سخورت قد گش نمیمونی، پیشانیش نوشته تش نمیمونی، پشمات میریزه. در زندگی دت دکتر گفتنی چیز نمیشوه. در پیشانی پیشکای ما خیلی نوشته گه تقدیر دک تقدیر ازل تقدیر ای از جانب الله اینه هیچ کار کرده نمیشه، هیچ کار کرده نمیشه. ازل تقدیر الله خواست الله. پیشکای اروپا زندگیش خیلی است، خواست الله است. و پیشکای ما را خداوند در پیشانی نوشتگی سگای ما را اونا تو برای سلوچین 12 تا فرزند کردی ده قبچه ده تقسیم کرده میدوزیمد. یک تا تلوی دایره میبره میپرتوی می قبچه تا برای که باید دیگری تا نیوی یک کودو در سلوچین
یک خوابچه دیگه تا میبریم در پشتی که میپرتیم او طرف دیگه ده که شما اصلا نکودو دارو که یک دیگر ده دیگه نزدیک نشین. نه هیچ که شما را نون نمیته. برای چی نون نمیته؟ برای که ما در پیشانی شما را می نویسیم که شما در هیچ که نون نته. خداوند هم خیلی کدگی حال احوال پیشکای ما را سگای ما را دیده نکه تقدیر نصیبه. تقدیرهای ساخته را دیدین؟ تقدیرهای بافته را فهمیده نه که شما که این تقدیرهای موت به زبان ایشان ملاها ساخته و بافته هستند. من تصور میکنم بعضا وقت میشینم نگاه میکنم که من فکر میکنم که خدا ما را ساختگی نیست، ایشانای ما خدا را ساختگی هستند. میدونی نمیره؟ خدا انسان ساختگی نیست، ایشانا خدا را ساختگی هستند. دل خواه خودشان ایشانا خدا ساختگی هستند. آدمای نمو از نام دین گپ میزدگی ها دل خواه خودشان خدا را ساختگی هستند. چه خیلی که خودشان در محقول است، یعنی این خیل دیگه خیل و برای منفیت همون پاچوشون، برای منفیتی نمیدونم برای که پول میگیرن یا برای که میترسن نمیدونم یک خمی ترسین حداقل همین مردم ادوره چیت نکنه. میلی شما میترسین نکنین ادوره چیت خب کنه برای نمازتون بخونه مردم ها بگین که همون رکنای نماز ها بگین نیجشت نخی خوندن در کورس نیجه نخی خوندن در کورس تمام. چون میکنین در حالت مردم ادوره چیت کرده. Так что این правилایی که ساختگی هستند ایشانای ما که امروز ما را درچت میکنن تقدیر دیگر چیز ازل نصیب انایی و دیگر ایو را خداشون ساختگی است از نام خدا. خیلی که در چی گفتن که یک اکتور بچه بدست در آرزوی پدر مادر بازی کرده بدست چی بدست همتر کینو بدسته همتر کینو بدست همون کودک از نام فرزند امام علی گپ زده بگیم که از رئیسا و از دیگر جو بگیم که همون دولیا میگرفته است با یک گفتی همونو یعنی که خچه فرزند امام علی ساخته است. اینا هم همون خیل هستن یعنی که اینا خدا را ساختگی هستن. خدا اینا را ساختگی نیست. این پراویلایی که یا ساختگی هستن یا را خداشون ساختگی هستن. این چیز خدا هیچ وقت در نوشتگی در تقدیر یا پیشک نوشتگی نیست که تو 12 فرزند کردی تو را در قبچه میدوزه قطعی گل گلاکت میبره در او پشتی که میپرتویه. با پیشک ببینین بیچوره کو نیست دک زندگی نیست. از اینجا پیشک شبر یا جو پرتو کو نمیویه یا بعضی پیشک های خونه میگریزه میره و نمیویه خونه. همون پیشک ببینین از پشتی که از کیم کجا درونی قشلقو قطعی کو با صاحب خونه شیفته میویه. میدونیم برای چی؟ برای که پیشک میدونه که دیگه هیچ کهی را نون نمیته. یدینست وینی همون نیمگشنه نون میخوردگی خونه هم باشه کو همون خونه ایده همون گودکاش یگان چی میپرتویه میخوره همین نیست ده. امروزه شرایطی زنای ما هست کو دخترای تاجیک شوش میزنن میکوبه قرد میکنه بقاگی میکنه میست از نوع علاجی. سبب چی؟ سبب دختر دیگر امید از این جونا دوره. این دیست توینی خلب میدودگی شوشه بزنم بکوبم کو اما خلبش میتده مجبوره. بعد میگه خاطری کودک خاطری و دیگه همجا ترمزی چه میکنه که پمیر возможность برای چیزی اویلو جدو زیاد چیدش دادن. برای که او طبیعتی که ما مردها داریم او طبیعتی شخصیده که همین فانتازیای ملاها قطعی ساخت آمدگی طبیعت و قطعی ما داریم حوضی کمتر دخترها رشد کرده گیند. سبب چی؟ سبب از تیک توک میتونن پول کار کنن، از یوتیوب میتونن پول کار کنن، از اینستاگرام میتونن پول کار کنن. یعنی اوج زندگی خودشون میتونن بیاون. برای همون با او منتالیته شخصیده ما وته این دخترها نمیستن. میگن که 5558 اویله امسال از زندگی پاش خورد. میگن برای چی پاش خورد؟ برای که پیش همین پاش نمیخورد. ولی میگن در وقتی پیش بسیار قینی ها بود که پاش نمیخورد.
ما سراونی نباید بکنیم او زندگی را به این زندگی، او شرایط او روزا را به این روزا سراونی نکنین، تغری نمیگیره، تغری نمیگیره. میفهمی نمیره. و این خیلی گودکا باور میکنن و میگن تا اتئیستی. او نمیگن اون ملا دروغ گفته ایستاده است، نمیگن اون فانتازیا سوخ به سرت را. حاج من میسولا آوردستم سگ اروپا قطع سگ تاجیکستان آدم نه سگ. برای چی سگ اروپا که شرایط دوره در پیشونی سگ اروپا نوشتگی این شرایط؟ ای چی تقدیر است؟ فقط دما نوشتگی است و تقدیر نه، ایتری چیز نیست. ای را ساختگی هم در سر ما و شما بگم میگه تا اتئیستی، تا اتئیستی میگه. برای که ای گپی ورا باور کردگی است. برای چی؟ و برای اینوم دین گپ میزنن، اینوم خدا گپ میزنن. گفتم کجا فرزند امام علی کرده است خدشه از آدمو پول میگرفته است. ایام اینوم خدا که گپ زدن مردم دیگه باور میکنه. همین نام خدا را که خوش کرد در اوجا الله سبحانه و تعالی گفت، تمام یا باور میکنه. تمام نه این حجت است. الله پیچت است در حجتی یا این تصدیق شد. برای چی؟ برای که او ریش داره و اینام خدا گپ زده ایستوده است. نه که اصلا ریال مقایسه را گپ زده ایستوده است، ایرا باور نمیکنه. ریال مقایسه آورده ایستوده است. انسان نه سگا پیشکا هانا بالینساش نمیجه راسته. اوز در کارتون شواز میگیرم تلفن میدارم درونی بالینساش پریمای نشانتون میدم. سگا پیشکا بالینساش، سگا بالینساش خیروورگیا نمیجه، خیروورگیا اپراتسیا میکنه. میدونی؟ دندانی سگ هم میکنن، در سگ دندان میمونن نمیجه. یک کابینت دارن خیلی دندان میبینن میسنجن، دندانش کرم خورده باشه و یخی سگای ما روز درود میجکن که میدوانیست میدوانوز و میگه خیچه گمشه دیوانه شیدی تیقه میجکی. باید سنگ هم میگیره میزنیمش یا تیاق هم میگیره میزنیمش. تو گمشه چیقه میجکی بیچاره دندانش در کسته سگه و بعد میجکه میدوایست میجکه میدواوست خیچه از پاکایت میکنه. برای که کی دندونی سگا میبینه؟ هیچ. اینجا سگش اگر بجکه کو میدوا میگیره دکتر دا میگه چی به ایشا میگه سگی مو دو برسه برجکی. اینجا نمیگه سگ آدم ببینه میجکه، نه اینجا میگه سگ پرابلم داشته باشه میجکه. برای سگوی یا نمیجکه، سگوی یا نمیجکه. میگه значит سگ یا پرابلم داره ایشا جکی. میگیرن میارن دکتر از سگ ما بجکه ایسوس بده میزنیمش. دو سگ خدای نکنه در پیش خونه بیا یکون گلیمچه پرتوفتگی در خیچه میچ کنه گرم کنه تیوقه میگیره میزنیمش. خونه که گوارا نگاه که او سگ قلاوری خونه ایتا گوارا نگاه که بداو ایسرا بداو اوسرا بداو فاس کش کو نگاه که این هم قانون داده سگ در تجاوزش میکنیم. سگ حدی اقل یک خونچه یک شرایطی در درش یکون خاص پس اندوخته یک چیزی نمیشوزیم که جوش گرم نکی سگ گرم شوه بعد خواه میره در اونجا. ترینا که مون خنکی دا بیسته به دوا گرم میشه. سگ تا سهره باید دوا باید گرم میشه. او سگ بیچاره گوش شاوید روز بعد ای طرفی حولی طرفی حولی اما میدواییسه با میگه همی شاو سگ بیسیار جکی دو شاو سگ خنق خورد و خیچه گرم کرد دیگه همون خودش خیچه دیلتی کرد بداو گفت خیچه تا زبانی او را نمیدونی. همسایش هم آغاز کرد دویدستی نه دویدستی پرسید ایجا او سگ اتوه داد مردم خنکی دا دویدستم. او سگا بین یادیگریشون گب زدستن خنکی دا حولی دویده. او ای خرسندی را ندویدست او شاو باید سگ خوره و دسواتک. او بیچاره ای خرسندی نمیدوه، او ای خرسندی نمیجکه. او سگ او را در تقدیرش ایتری نوشتگی نیست. او را اینم بناموسی موته آورد و سگ همه اول داد. میدونی میره برای که نه جای گرمش دادیم نه اوقاتش دادیم. رو اینم خرک تهمونده تای اوقات هم تای اوقاتمون خیلی هم تاش بمونه که یگان نانی قاق هسته همون قطعی چکنین سگ در پرتو اینش در بیرن دای ما نانی قاقش میتیم دای ما گوشت خوردی ها استخوان ابته
نه که آقل گم شوه یا گوسفند گم شوه بخیستی و قبیگی سگبزه که جارا نگاه کردی ده خود که تو دا گوش بریون دادگی برای خونتا نگاه کردن گوش بریون خودت زده گوزیده خو سگ استخوان داده فردا از سگ طلب میکنی که گوسفند که جاشید یا نمیدونم فلان چی که جاشید چی بات نجاکیدی چی بات مرا خبر نکردی ای سگ گیله میکنیم بعد برامده این پرابلم در اینجا شما از در اینجا در اینجا او در زبانهای ملای فلشیویتون میدونه نمیره ریال در حرکت کنه ریال در کوچه تاجیکستان نه مسورکه را ببینم ماشین دیدی درون دامو میدره مسورکه را میگیره ماشین شیشه علاهیده میویا ماشین коробка و کارتون پردون علاهیده میاد ماشین پلاستیک علاهیده میاد برای که در درون مسورکه ها ящик алоҳида истодагиаст бояд пластика дар иҷа партои пластика дар иҷа партои шишаша дар иҷа партои оҳаниша дар иҷа партои ҳар як мошин меоя моли хидша мегира мерава дига мола чақа намешава иёра дар тақдирошон ҳам хеле условия навиштагия ё ки худошон сохтагиян ира дар тоҷикистони мо мусорка партофтагӣ очашо бара паша ҷиқидагӣ дар дарунаш сагои гишна пустош рехтагӣ авқот кофтестан чӣ бихӯрем кафтар пафтар ғалтида гишнагӣ мурдагӣ бо гудакор рагатка қати гиндишкор аз дестан ҷа гиндиш кабза мегира мебаранад судуд мекунад кафтар меда болои сарат мешина дар китифот мешина наметарсайти барои чӣ барое ки қонуниро ҳимоя мекунад дар пешони кафтар иҷаи хеле навиштагӣ нест ки дар пешони кафтарҳои мо гиндишкои мо бояд гудако бизананд бикушанд барои тарбияи нодурусти мо аст ин чиз мефаҳме намира ӯ гиндишкана гуфта дар тоҷикистон рафтӣ мезанад мекушад дар тақдират навиштагиай нара тоҷикистон фаҳмидестен реала муқоиса кунен реал дуруғай тақдири бофтаи шумо дуруғ жопаи мумалира прикрыват кардан аст и тақдирҳои шумо итари тақдир нест итари насиб нест дуруғай фантастикаи бофтаи шумо аст медонӣ намира хиткаденака насак саг бабин саг места соҳибиш қатӣ саг мееста саг аждад мекуна ку чӣ кор мекуна саг бу мекаша медава исус чӣ мекуна дигар кор мекуна дар кӯчаҳо пакетҳо мондагӣ аст пакет тақдири сагои иҷара бибин дар пеши домоаря падезда яшикчаи дурун яшикчада пакет мондагӣ барои чӣ пакет медонед хеле салафано пачка мондагӣ медонем барои чӣ аст барои гӯҳи саги пишак аст агар саги пишак дошта бошӣ берин ки биромадӣ таи ҳамун салафан бепул асту чиз мемонад ду-се дона салафан бояд бигирӣ дар кисат бимонӣ ва бирай агар сага дар ягон ҷо рид ҳамун салафан қати хел мепечонӣ мегирӣ дар ҳар як павароти хеле чӣ мондагӣ аст яшико бояд дар яшикча партой кӯчаҳо ҷазир нашава тақдир насиб дам хеле навиштагӣ аст да иҷада тақдир да навиштагӣ аст тақдири сагои мода дига хеле навиштагӣ аст ами риди калтик мехӯри гуфтагӣ ай отан мағзуга сикайслани ва худо так что зинда бош ҳамватанам ин тақдирҳои фантастикада бовар накард дуруғ аст худованд ақла додагӣ аст тақдири инсон ақли инсон аст ақли солими инсон ин тақдири инсон аст ҳар тараф ки худат сохтӣ анаму тақдират мешава бирор роиш ки ба эшони ботиксу ба эшони мирзоту ба эшони дигар тақдирсозову фантастически филмсозода мусулмоно биромадан ду кофири биёду дарам як кори зур кунем ҳардумон одих ки худат ҳантариёша ҷӯшда блог рӯи кунед иёам ҳамин тақдирсозо ҳастанда ҳамин як гурӯҳи тақдирсозо насибсозо
дар Россияҳо пул кор мекардагиҳо ҳастанд аз рӯи тақдир насиби тоҷик мачтода бисёра не мебироянд видеора намебинӣ алло ин тақдир насиб аст бародари ёрдам ки ира алло тақдирш ҳамиҷо оварда киштааст ира на ин ки шароити эмомалӣ сохту баъд бечора рафт дар уҷа мурд дару шароити пас мурд ана баъд бигирениш баъд пул ҷамъ кунед итари тақдирсозо дар Россия як гала ҳастанд зинда бош ҳамватанам ин буд қиссаи тақдири насиб ва муқоисаи реальнаи тақдири насиб буд саломат сарбаланд бош ақла корфармон инаиҷай тақдиртам насибтам инаиҷара корфармон соз барои худта ҳар чизе ки сохтӣ унаму насиби ту аст ҳар чизе ки сохтӣ унаму насибтаст ҳамватанам ва ҳар чи ки дар болои ту агар сохтан дар болот эмомалӣ ҳоҷи мирзо эшони бочкас оправдат кардан корректировка кардан агар ура дар болои ту сохтан ту хомӯш истодӣ пас бидон у насиби ту аст барое ки анаму тақдири насиби ту унаму аст барои чи барое ки дар ту сохтану тақдири насиба сохт якчанд инсонҳо сохтан ура туда ура сохтану ва чортаи дигаш тура уговорит кардан ки аллоҳ аст тоқат ки насибит аст тақдирт аст тоқат ки неки агар ту худат бисозӣ ва бихези ин ранги мардуми Аврупо шароит бисозӣ тақдири сагитам иваз мешавад тақдири пишактам иваз мешавад тақдири фарзандтам иваз мешавад яъне ки тақдира худованд дар инаи мағзи сар ақл додагӣ аст фаҳмиди ҳамватанам ӯ тақдире нест ки дар болои ту бисозану битанад бигӯян ки ин ҳамин тақдири насиби ту аст тоқат кун фаҳмидӣ пас бибин ки ҳамин тақдира эмомалӣ месохта будааст худо не ва тақдири мардуми Аврупора раҳбарои мардуми Аврупо месохта будааст пас ин ҳамин факти оддитарин чизе ҳаст ки имрӯза тақдири тура насиби тура эмомалӣ сохта истодааст ва имрӯза тақдири мардуми Аврупора раҳбарои Аврупо сохта истодааст логикаро фаҳмидем ки ира худо насохта истодааст худо инаи ҷаи мардума уже сохтагӣ аст худат истифода бараш далчи фаҳмиди ҳамватанам тақдирта насиби тақдирта фаҳмиди чӣ хеле будааст зинда бош падилитиш ки инаиҷара корфармон тақдира дар инаиҷатай насиби дар инаиҷатай ҳар чӣ сохтӣ дар наму зиндагӣ мекунӣ анаму тақдири насибат мешавад зинда бош ҳамватанам роиш ки ба эшонои